با سلام و عرض ادب. در مورد الگوریتم وال و حالا بهینه‌سازی وال مطالبی رو اینجا بازگو میکنیم که امیدوارم براتون مثمر ثمر واقع بشه. ابتدا یه توضیح مختصری در مورد الگوریتم وال بدیم از همون در واقع مقاله بیس الگوریتم وال این هستش که در سال 2016 ابداع شده. این الگوریتم وال در واقع یک نوع الگوریتم بهینه‌سازی هستش که بر اساس رفتار نهنگ‌های آبی شروع به جستجوی فضای حالت میکنه و از اونجا میتونه در واقع بهترین جواب رو یا جواب بهینه رو به دست بیاره. اما مقاله دومی یعنی این مقاله در مورد لاپلاسیان هستش، لاپلاسیان وال اپتیمایزیشن الگوریتم که اومده یک در واقع ایمپروو یا بهبودی رو بر روی مقاله همون وال اصلی در واقع ابداع کرده. همون در واقع کارهایی که توی مقاله بیس بوده اینجا انجام شده، کدها هم دقیقا همون کدها هستن، ولی یه تغییرات جزئی رو اومده در واقع محقق این مقاله اضافه کرده که منجر به بهبود نتایج شده. در مقاله اصلی شبه کدی که برای این در واقع در نظر گرفته شده بدین صورت هستش که در ابتدا حالا اومده یک پاپولیشنی رو از والها ایجاد کرده، بهترینش رو در نظر گرفته تا زمانی که حالا به اون ایتریشن کافی نرسیده باشن آورده توی یه حلقه در واقع برای هر وال یک ایجنت در اینجا وال تعریف میشه. این الگوریتم اصلی هستش و این الگوریتم بهبود یافته که در اینجا همون x بستمون x ستاره هستش و متغیرهای در واقع آپدیتمون اینجا نشون داده میشه، کوچکتر از نیم باشه. همینا چیزایی که وجود داره حالا اینجا به صورت شبه کد نوشته در این قسمت و این طرف به صورت فرمول همونها هستن. لاپلاس کراسووری استفاده کرده که اومده x1 یعنی یک جواب بهترین جواب رو برمیداره با عنوان x1 و x2 یک جواب بهینه، یک جواب رندومی از بین جوابهای قبلی هستش. پس x1 مون بهترین جواب فعلی تا این دور هستش و x2 مون یک جواب رندوم هستش که موجود هستش. ممکنه که مثلا جواب دهم، جواب 20، جواب 30 یکی از اینها رو به رندوم برمیداره و y1 و y2 رو میاد از اینها تولید میکنه، یعنی از یک والد x1 و x2 دو تا فرزند y1 و y2 رو به دست میاره. در کد من مین رو باز میکنم. خب در اینجا ما دو تا در واقع تابع اصلی رو داریم با نام های، حالا از اول شروع نمی کنم که ذره شاید گیج کننده باشه. دو تا تابع رو داریم با نام های الگوریتم وا که در واقع الگوریتم وال اصلیمون هستش و الگوریتم LX وا یا لاپلاس وا که این هم الگوریتم دوم هستش. ما این دوتا رو در واقع میخوام چیکار بکنیم؟ با هم دیگه مقایسه کنیم. واری که کدش رو خودتون دارید همون کدی هستش که در واقع دست منم هستش، شاید دست شما هم هستش که نویسنده مقاله بیرون داده. از این وا یه چیزهایی استخراج میشه، در این در واقع متغیرها ذخیره میکنیم و از LX وا هم یک تعداد پوزیشن هامون رو از ابتدا مشخص میکنیم. پوزیشن ها یعنی همون آرایی که در نظر گرفته بودیم با استفاده از تابع اینیشیالایزیشن و تعداد ایجنت هامون، دیمنسیونمون، آپر باندمون و لاپر باندمون رو میفرستیم به کجا؟ به در واقع این تابع اینیشیالایز. در تابع اینیشیالایز چیزی که اتفاق میفته حالا همون در واقع یک مقدار رندی رو میاد محاسبه میکنه. اگر سایز باندمون در واقع 1 باشه به این صورت و اگر بزرگتر از 1 باشه یک مقدار رندی رو تولید میکنه که بین آپر باند و لاور باند باشن. این فرمولی هستش که در واقع نشون میده که عدد تولید شده بین مثلا -100 تا 100 باشن.
خب این جوابها به دست اومد. خب در نهایت چیکار میکنیم؟ این رو به پوزیشن میدیم. این تیک رو هم که بعدا بهتون میگم که تیک برای این هستش که تعداد جواب ها، زمان محاسبه این الگوریتم در واقع به دست میاد که در اینجا این فرآیند انجام میشه. در نهایت چیزی که به دست میاد بیست اسکور، بیست پوزیشن و در واقع سی جی کورمون هم از اینجا به دست میاد. این متغیرها رو دوباره در الیکس و ریزالتمون قرار میدیم و در نهایت چیزی که به دست اومده رو دیمانسیون دومش رو آوردیم اینجا، چیزی کردیم به دست آوردیم، تقسیم بر سی میکنیم که اون حالت پایداری که گفتم رو به دست بریم و در نهایت این رو اجرا میکنیم. حالا من یک بار این رو اجرا میکنم که نگاه بکنید که برای هر کدوم از اینها 30 بار در واقع الگوریتم اجرا خواهد شد. گفتم که یک بار هم میتونید این کار رو انجام بدید. ران اولمون الگوریتم وا داره اجرا میشه، ران دوم، ران سوم. حالا من فیلم رو نگه میدارم که حتما زیاد نشه که نتونم حالا این رو بفرستم. خب توی ران 24 هستیم. مطمئنا بستگی پردازنده و قدرت حالا رم سیستم هستش که چطوری این در واقع اجرا بشه. خب 30 بار ران شد و در این 30 بار اگر نگاه بکنید وا به این صورت هستش و در واقع الیکس وا هم به صورت خط پایینی که نگاه میکنید هستش که خود مقاله پایه هم نگاه بکنید. توی مقاله پایه ایندکسمون رو F1 گذاشته بودیم دیگه. اگر نگاه بکنید توی مین ما F1 رو صدا کردیم که F ایندکسمون 1، F2 رو نگاه صدا میکردیم، این رو 2 میذاشتیم. پس برای ما F1 رو باید در بیاریم که این نمودار هستش. اگر نگاه بکنید تقریبا